نیلوفر خانم ببخش یه لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ راجع به محمده. بعد 40 روز خودش پیدا نشده شما رو فرستاده. خب اگه منم فرستادم خب حتما یه اتفاقی براش پیش اومده که خودش نتونسته بیاد. برو بابا بازی جدیدتونه. خانم چه بازی بابا؟ معلوم نیست به کدوم دختر پیچیده رفته 40 روز منو بیخبر گذاشته. الانم شما رو فرستاده. خانم حقیقتش اگه منم اومدم از طرف خواهرش اومدم، چون شما خیلی دوستش داشتی، محمدم شما رو خیلی دوست داشت. یه اتفاق خیلی بدی براش افتاده. نمیدونم آخه من چطوری بهتون بگم. واقعا گفتنش هم سخته. هر کسی گذشته ای داره. الانم همه چی تموم شده دیگه، هم برام مهم نیست مرده و زندش. یعنی دوست داشتن شما تو همینجا بود؟ دیگه برام مهم نیست. وقتی 40 روز منو انداخته بیخبر، الان معلوم نیست با کی رفته. برای من برای چی باید مهم باشه؟ خانم حقیقتش محمد با کسی نرفته. اگه منم الان اومدم فقط به خاطر خواهرشه، وگرنه من خودم هم دلم نمیاد این خبر رو بهتون بگم. حقیقتش محمد 40 روز پیش فوت کرد. باورتون نمیشه حتی زنگ بزنید خاموشه، موبایلش هم دست خود خانواده‌اش هم نیست. زنگ بزنید شما باور کنید. اگه باور نمی‌کنید زنگ بزنید خاموشه. خاموشه واقعا. من بهتون گفتم خاموشه خانم، باور کنید. خواهر بنده خودش منو فرستاد به خاطر شما، به من پیام داد. خانم گریه نکنید به خدا این اتفاق افتاده. فقط خواستم بگم راجع به محمد بنده خدا بیامرزدش، همچین فکرایی نکنید. آبجی گریه نکن. باورم نمیشه. منو خیلی دوست داشت. من فقط حقیقتش اومدم بهتون بگم که راجبش فکر بد نکنید، تو خدا قضاوتش نکنید. الان چی کار کنم؟ چه خاکی رو سرم بریزم؟ آبجی گریه نکن بابا. 40 روز پیش